سلام، وقت بخیر. دفترچه راهنمای ثبت نام 12مین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور که این آزمون قرار همین امسال در پاییز 1403 برگزار بشه. یه بررسی داشته باشین. یه سری سهمیه هایی داره برای سهمیه 25% و 5%. 25% برای حالا شهدا و بیشتر مربوط با شهدا و جانبازان 25% به بالاست و سهمیه 5% هم برای جانبازان زیر 25% و افرادی که سابقه حضور توی جبهه دارن. بعد یه سری شرایط عمومی داره که حالا اکثرا دارید و مطالعه میکنید. سن 20 سال تمام، حداقل 20 سال و حداکثر 40 سال رو داره. بعد ادامه موارد رو مشاهده میکنید. منابع عمومی آزمون: تسلط بر مبانی اسلامی انقلابی، آشنایی با اسناد و قوانین بالادستی، زبان ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، هوش، فناوری اطلاعات. تبصره زده که شماره 1 تسلط مبانی اسلامی انقلابی، منظور کتاب‌های ولایت فقیه امام خمینی، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جدال دو اسلام امام خمینی. تبصره 2 کتاب آشنایی با اسناد و قوانین بالادستی، میشه قانون اساسی، بیانیه گام دوم انقلاب و برنامه هفتم توسعه هستش که حالا اینا بیشترش رو من تدریس کردم. و آزمون تخصصی و اختصاصی هم داره که میشه منابع تخصصی هر رشته‌ای که شرکت کنید. بعد ادامه دفترچه رو مشاهده میکنید. سهمیه ایثارگران رو بیشتر توضیح داده. سهمیه معلولین داره. بعد بومی های شهرستان ها خودشون امتیاز دارند. قانون حمایت از خانواده میگه که به ازای تأهل و نیز هر فرزند 2% مجموعاً تا 10% به امتیاز مکتسبه آزمون کتبی داوطلب اضافه میشه. البته این برای برخی استانها مثل خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان و سیستان بلوچستان، برخی شهرهاش چون جمعیتشون نرخ باروریشون زیاده شامل نمیشه. مراحل ثبت نام رو گفته که ثبت نام به صورت اینترنتی روز پنجشنبه 10 آبان ماه 1403 شروع میشه تا 20 آبان 1403. ثبت نام باید بشه، عکس پرسنلی میخواد و سایر موارد که توی دفترچه هستش. هزینه‌اش هم 368,000 تومنه که میتونید با پرداخت اون توی آزمون شرکت کنید. بعد مراحل رو گفته که از طریق سایت میشه این موارد رو انجام بدید. زمان برگزاری آزمون 20 آذر ماهه که حالا مدت زمان کمی برای مطالعه نیازه. البته 23 آذر ماه جمعه 20 آذر ماه کارت شرکت در آزمون رو از سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس hrtc.ir میتونید دریافت کنید. سایر مراحل استخدامی رو مشاهده کردید. بعد مطالب دیگه هم هست که حالا فرصت نمیشه بیان کنیم، میتونید از طریق دفترچه مشاهده کنید.
بیشتر نمره کتبی لحاظ میشه 70C میبینید پستبانک 70C، حوزه هنری انقلاب اسلامی 70C یا 40-60، بعضیا بیشتر مصاحبه میبینید لحاظ میشه. روزنامه رسمی کشور 70C، سازمان بازرسی کل کشور 70C، اغلب 70C. برخی مشاغل حالا تبلیغاتی میشه 30-70 یا 40-70 دیگه، 40-70. حالا اومده رشته ها رو گفته که چه رشته هایی رو بر میدارن، چون زیاده نمیتونم توضیح بدم. کامپیوتر، گروه مالی، بانکداری، موارد تخصصی هر رشته رو گفته. اینا برای پست بانک دیگه. مثلا اردبیل بر میداره پست بانک، آذربایجان شرقی سراب بر میداره، 1 نفر، مرد و زن فرقی نداره. بعد بریم پایین تر، اینا شهرها دیگر رو گفته. یه لحظه، باز دوباره آذربایجان شرقی داره، مثلا اردبیل، تازه میدان، بانکداری، گروه امور مالی. باید میتونید همینطوری مطالعه کنید دفترچه رو. ممنون از توجهتون.